برادرای عزیز و گرامی، قتل، کشتن یک شخصیت، کشتن یک انسان پروردگار در قرآن بیان میکند. کسی یک نفر قتل میکند 5 عذاب پروردگار برای او در قیامت آماده کرده است. 5 عذاب چی هستند اینا؟ یکم جهنم جای اوست، دائمی در دوزخ است. غضب الله علیه، سیوم پروردگار بالای این قاتل غضب دارد، غضب الله علیه. و لعنه، پروردگار این قاتل لعنت کردگی است. و اعد له عذابا عظیما، خدا برای این گونه قاتل میگوید من در قیامت عذابهای دردناک، عذابهای گوناگون آماده کردم. برادرای عزیز و گرامی، اینم یکی از فعلهای وحشیگی گویم یک دهشت است و اینم هیچ وقت ما و شما نزدیک نشویم.